پایند به واژه آزادی، تا دم آخر ایستاده ایم. گروگان‌های اشرفی باید آزاد شوند. تا رسیدن به آزادی گروگان‌ها با جانها با گرسنگی با همه وجودمان در برابر توطئه سکوت و مماشات می ایستیم. حماسه اشرف مشعلی از مشعل‌های نور و آزادی برای همه انقلابیون در راه آزادی. با تمام توان در کنار مبارزه شما هستیم. پیام ادیب البردویل، نویسنده و عضو حزب انقلابی کارگران سوریه به اعتصابیون لیبرتی. سوف لن ننسى أن ثورتكم تتلاقى مع أهداف الثورة السورية العظيمة. به نام همه شرفا و آزادیخواهان دنیا، ما همگامی و همراهی شما را با اهداف انقلاب کبیر سوریه ضد ظلم و استبداد و ضد افکار سیاه و عقب ماندگی هرگز فراموش نخواهیم کرد. همانطور که شما و مردمتان در زمانها و مکانهای مختلف هدف جنایت و کشتار قرار گرفته اید و آخرین آن جنایت اشرف است، ملت ما هم هدف بدترین جنایات قتل و کشتار قرار دارد. جنایت اشرف که باند مالکی به فرمان ارباب شرور و ولی فقیهش خامنه‌ای در ایران مرتکب آن شد، به مشعلی از مشعل‌های نور و آزادی برای همه انقلابیون در راه آزادی و کرامت تبدیل شد. ای برادران، برای پیروزی حق و نابودی و شکست باطل و برای رهایی از ظلم دیکتاتورهای پلید بایستی شجاعت و پافشاری و فداکاری به خرج داد. همان کاری که این شهدای قهرمان کردند و راه را نشان دادند. ما بر سر اصل انقلاب برای آزادی و کرامت با شما هستیم و هر چقدر هم که این دنیا سکوت پیشه کند و چشم خود را در مقابل جنایات ببندد، ما در رساندن دردهایمان و فریادمان به گوش جهانیان اصرار داریم و پافشاری خواهیم کرد. ما خواهان آزادی گروگان‌های اشرف از زندان مالکی هستیم. ما مسئولیت سرنوشت آنها را بر عهده ارگان‌های بین‌المللی می‌دانیم. همچنین خواستار تأمین امنیت کمپ لیبرتی از سوی نیروهای کلاه‌آبی سازمان ملل هستیم. ای خواهران و ای برادران اعتصاب کننده و ای مبارزان شجاع و قهرمان، قلب‌های ما با شماست و از خدا برای شما در برآورده شدن هدفتان که آزادی خواهران و برادران گروگانتان می باشد آرزوی صبر و توان داریم. ما با تمام توان در کنار مبارزه شما هستیم. من از سوی خودم و از سوی حزب انقلابی کارگران سوریه به شما درود میفرستم و دستهایتان را میفشارم. إن قلوبنا معكم أيها المضربون عن الطعام في ليبرتي، أيها الأبطال والشجعان. نرجو من الله أن يمدكم بالصبر والقوة لتحقيق مأربكم في تحرير إخوتكم الرهائن، ونحن من جهتنا لن نألو جهدا بمشاركة نضالكم هذا ما استطعنا إليه سبيلا.